من دیگه خیلی عوض شده بودم. بعد از اون اتفاق تلخ توی زندگی. آقا ببخشید شما تنهایی؟ آره خیلی وقتی که تنها. پس با اجازهتون من این صندلی رو میبرم. تصمیم گرفتم که از همه انتقام بگیرم. ببخشید شما تنهایی؟ آقای محترم مزاحم نشید. تنهایی تو رو بگو آره تنهایی. ای بابا ایران تایپیست 30,000 مترجم و تایپیست تو کل کشور داره، ولی باز هم نیاز به استخدام داره. اگه تمایل به استخدام داره به سایت ایران تایپیست مراجعه کنید. ببخشید شما تنهایی؟ چطور؟ رو هر دختری امتحان میکردم جواب نمیداد. تصمیم گرفتم روی پسر امتحانش کنم. سلام. ببخشید شما تنهایی؟ بله. خب پس من با اجازهتون این صندلی رو کجا منو شناخته ای؟ من محمد رضا تنها هستم.